تغییرات آب و هوا یا گرم شدن کره زمین که همیشه در موردش میشنویم چیه؟ چه چیزی سیاره ما رو گرم میکنه و روی زمین ما تأثیر میذاره؟ اطراف زمین لایه‌ای از گازها وجود داره که بهش اتمسفر یا جو میگیم. اتمسفر مثل یه سد از ما در برابر تشعشعات مضر خورشید محافظت میکنه. همچنین اتمسفر باعث گرم موندن زمین برای ادامه حیات میشه. به خاطر اینکه بعضی از گازها مثل دی اکسید کربن و متان که در اتمسفر وجود دارن میتونن گرمای خورشید رو به دام بندازن. به این گازهای گلخانه‌ای میگن. گلخانه نور خورشید رو داخل یک فضای شیشه‌ای به دام میندازه و میتونه فضای گرمی رو توی فصل سرما برای گیاهان فراهم کنه. دی اکسید کربن و متان رو چون مثل گلخانه باعث به دام افتادن گرمای خورشید میشن، گازهای گلخانه‌ای میگن. بدون گازهای گلخانه‌ای زمین ما مثل مریخ سرد و متروک میشه. اما مقدار زیادی ازش میتونه زمینمون رو اندازه زهره گرم و داغ کنه. ما برای داشتن آب و هوای مناسب به مقدار مناسبی از گازهای گلخانه‌ای نیاز داریم. حدود 80% از گرمای زمین به دی اکسید کربن بستگی داره. این در حالیه که فقط 0.3% از اتمسفر رو تشکیل میده. بنابراین کوچکترین تغییرات میتونه عواقب بزرگی داشته باشه. متاسفانه خیلی از کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، ماشین‌ها، روش‌های از بین بردن زباله‌ها یا سوزاندن سوخت‌های فسیلی مثل زغالسنگ باعث افزایش مقدار زیادی از گازهای گلخانه‌ای میشن. این چیزها باعث افزایش دی اکسید کربن بیشتر در جو میشه. در نتیجه زمینمون گرم و گرمتر میشه. این یه مسئله خیلی جدی و مهمه، چون اخیراً زمین به سرعت در حال گرم شدنه. شاید بگید که زمین قبل از ما، یعنی در گذشته گرم شده. شما درست میگید. در گذشته‌های نچندان دور زمین ما در عصر یخبندان بود. اما فرقش اینه که سرعت گرم شدن زمین خیلی زیاد شده. دمای هوا حدود 1 درجه از زمان انقلاب صنعتی افزایش پیدا کرده. 2/3 این افزایش دما از سال 1975 اتفاق افتاده. در گذشته حدود 5000 سال طول کشید تا زمین 5 درجه گرمتر بشه. انتظار میره که سرعت افزایش دما در این قرن 20 برابر گذشته افزایش پیدا کنه. حیوانات و گیاهانی که فرصتی برای تکامل و سازگاری برای مقابله با تغییر اقلیم در طول هزاران سال رو دارن، با این سرعت تغییر دما دیگه زمان کافی ندارن و خیلی زود منقرض میشن. و همینطور این افزایش دما باعث آب شدن یخ‌ها و سرازیر شدنشون به دریاها و در نتیجه باعث افزایش سطح آب دریاها میشه. همچنین این افزایش دما باعث رویدادهای شدید آب و هوایی مثل طوفان‌های شدید و خشکسالی‌های طولانی‌تر میشه. تغییر آب و هوا یک مشکل جهانیه و رفعش نیاز به کمک همگانی داره. یادتون نره لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.